هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. زنده باشید. امیدوارم بتونم مفید باشم. حتما قربان، غیر از این نیستش. جناب آقای فعلی، برای این جلسه فکر میکنین کدوم بخش، چون جلسه قبلی ما درس تستنی رو در حقیقت نمونه سوالات رو بله درست به خاطر دارم دیگه. بسیار به حافظتون. زنده باشید. خدمت شما عرض کنم که برای این جلسه چی رو در نظر گرفتید؟ امروز در خدمت دوستان هستیم با موضوعی که حرکت گذاری. چجوری یه جمله رو حرکت گذاری کنیم یا همون شکل کنیم. بله که اغلب بچه‌ها تو این قسمت مشکل دارن. میخوام اگر بشه سادهش کنم. درود بر شما. در خدمت اجازه شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. خب دوستان، ما درسی داریم به نام شکل. 2 تا سوال به خودش اختصاص میده، شکل یا حرکت گذاری، و جاش هم مشخصه. 8 تا اول شما ترجمه است، 4 تا درک مطلب، بعد شکله. چیزی که جالبه اینه که شکل جملاتش رو از خود درک مطلب انتخاب میکنم. شکل یا حرکت گذاری بستگی به این داره که ما انواع اعراب رو بلد باشیم و نقش کلمه ها رو هم بلد باشیم. یعنی 2 درس رو با هم تلفیق کنید میتونی شکل کنی. شما باید نقش کلمه رو تو جمله پیدا کنید. ببینید فاعل یا مفعوله. اگه فاعل او بهش بدی، اگه مفعول بهش ا بدی، باید بدونیم جمله اسمیه چیه، جمله فعلیه چیه. خب خیلی ضروریه برای شکل یا برای حرکت گذاری کردن کلمات داخل جمله بدونیم اون کلمه در چه جمله‌ای به کار رفته. اگه یک کلمه‌ای در جمله اسمیه به کار بره، راستی جمله اسمیه چی بود؟ جمله‌ای که با اس شروع بشه جمله اسمیه است. العلم مفید، الله عالم. جمله‌ای که با فعل شروع بشه، من مثالای ساده میزنم که درس رو تجسم کنی. جمله فعلیه مثلا با فعل شروع میشه، یذهب الی المدرسه، یعمل بواجبه، یسافر المعلم. و جمله‌ای که با فعل شروع میشه میشه جمله فعلیه. جمله‌ای که با اس شروع بشه میشه جمله اسمیه. حالا که فهمیدیم جمله فعلیه چه جمله، به نظر شما جمله اسمیه چه نقشایی داره؟ بله، مبتدا داره، خبر داره. ممکنه اگه این نداشته باشه، یعنی اسم این نه، خبر این نه، اسم کانه، خبر کانه. جمله فعلیه چه نقشایی داره؟ فعل داره، فاعل حتما داره، البته میتونه مستتر باشه، میتونه مفعول داشته باشه، ممکنه مفعول داشته باشه. چرا میگم ممکنه مفعول داشته باشه؟ چون اگر فعل جمله لازم باشه مفعول نداره، اگر فعل جمله مجهول باشه مفعول نداره. بس مفعول جزء ارکان اصلی جمله نیست. خب دیگه چی میتونه جزء ارکان اصلی نباشه؟ هم تو جمله اسمیه و هم مضاف الیه، صفت. بس یادتون باشه مضاف الیه، صفت جزء ارکان فرعی و غیر اصلی جمله، تو همه جملات میتونن بیان. خب اینجا رو ملاحظه کنی، میز الخطأ، زیر این خط میکشن توی کنکور، میز الخطأ فی التشکیل للسؤالین التالیین. 2 تا سوال میده، اینجا خطا را خواسته، دقت کنی خطا را خواسته. خب اگر خطا را بخواد جز سوالای ساده کنکوره. چرا؟ چون کافیه کلمه ای رو پیدا کنید که مشترک اومده باشه ولی حرکتش فرق کنه. یعنی اینجا ازدیاد رو میبینی؟ ازدیاد با چه حرکتی اومده؟ با تنوین ا، اما اینجا با تنوین اون اومده. اون میگه خطا رو مشخص کن. حتما یکی از اینا غلطه، چون نمیتونه در یه جای ا بگیره در یه جای دیگه او بگیره. حتما در یکی از این 2 جا غلطه. بذار ببینیم ازدیاد جریانش چیه. ازدیاد بعد از چی اومده؟ بعد از واو. کلمه‌ای که بعد از واو میاد چیه اعرابش؟ معطوفه. معطوفه برای نمو. ما باید نمو یعنی رشد رو پیدا کنیم چه کار است. ا میگیره، او میگیره، یا هر چی این گرفت ازدیاد هم همونو میگیره، چون معطوف تابع ما قبل خودشه. هذا مبتدا، راستی اسم الف و لام داره بعد از اسم اشاره چی هستش؟ عطف بیانه اگر جامد باشه، یعنی تابع. بس اینا رو میدونیم. هذا مبتدا، این تابع اینه، بس اینم او میگیره. فی حالت مجروره. یه سوال ساده بپرسم، حالت ا میگیره یا تنوین ا میگیره؟ اینجا نمیتونه تنوین بگیره. چرا نمیتونه؟ چون بعدش مضاف الیه اومده. اگه کلمه بعدش مضاف الیه بیاد یا الف و لام داشته باشه یا غیر منصرف باشه تنوین نمیگیره. بس کلمه در 3 حالت نباید بهش تنوین بدی. اگه الف و لام داشته باشه یا غیر منصرف باشه یا بعدش مضاف الیه، بس میشه فی حالت نمو. ولی نمو الف و لام نداره، مضاف الیه نداره، چون مضاف الیه میتونه تنوین بگیره. فی حالت نمو، بس اینم تنوین میگیره. یعنی این درسته،
این نادرسته، خطا را خواسته. تکرار میکنم، تو سوالای شکل اگر خطا را خواستن کمی هوشمندانه عمل کنید، دنبال کلمه‌ای بگردید که با حرکت‌های مختلف. اینجا حالت ای داره، اینم ای داره، بس این نمیتونه منو راهنمایی کنه. اما اینجا تنوین داره، تنوین کسره، اینجا تنوین ضمه داره، بس یکی از این دو مورد غلطه. بریم یه نمونه دیگه حل کنیم. خب من قبل از اینکه این تست رو حل کنم اجازه میخوام ازتون چند تا سوال بپرسم که مربوط به تفهیم این درس شکل میشه. راستی فعل چه حرکتی میگیره؟ فعل او میگیره، ا میگیره، ای میگیره؟ فعل ماضی مبنی ا داره. فعل مضارع قاعدتا مرفوعه، یعنی یا او داره یا نون داره، مگر اینکه قبلش ادات ناصبه یا جازمه بیاد. بس هنگام شکل باید به این سوال بلد باشیم. فعل چه حرکتی میگیره؟ دو دقیقه پیش عرض کردم خدمتتون چه کلمه‌ای تنوین میگیره، چه کلمه‌ای نمیتونه تنوین بگیره. این خیلی مهمه تو شکل. 3 تا کلمه بودن نمیتونن تنوین بگیرن. کلمه‌ای که الف و لام داره، کلمه‌ای که مضاف الیه داره، کلمه‌ای که غیر منصرفه. راستی مبنیام نمیتونن تنوین بگیرن. هیچ مبنی نداریم که تنوین بگیره. کیف، عین، انت، اسم لای نفی جنس هم چون مبنیه نمیتونه تنوین بگیره. چه جالب. خب سوال بعدی من، کدوم کلمات نمیتونن حرکت اصلی خودشونو بگیرن؟ یعنی باید ا بگیره ولی ا رو نمیتونه بگیره. اون چه کلمه‌ای بود که هرگز ا نمیتونست بگیره؟ جمع مؤنث سالم بود. معلمات، مؤمنات، مهندسات به جای ا میگرفت. چه کلمه‌ای عکس جمع مؤنث بود؟ یعنی به جای اغلب ا میگرفت. غیر منصرف. تهران مثلا هیچ موقع نمیتونه بگیره، به جای ا میگیره. تهران، ایران، فاطمه، غیر منصرفا اغلب به جای ا میگیرن. اما اگه الف و لام یا مضاف الیه داشته باشن خوب میتونن کسرشون رو بگیرن. اینا مواد. بس سوال این بود، فعل چه حرکتی میگیره؟ چه کلماتی تنوین میگیرن؟ چه کلماتی تنوین نمیگیرن؟ چه کلمه‌ای نمیتونه حرکت اصلی خودش رو بگیره؟ سوال چهارم، چه کلمه‌ای از نظر اعراب تابع ما قبل خودشه؟ یعنی هر چی قبلش بگیره همون اعرابو میگیره، همون اعراب نه همون حرکت. صفت، معطوف، الان معطوفو داشتیم بعد از واو اومده بود. عطف بیان. عطف بیان چی بود؟ اسم الف و لام دار و جامد بعد از اسم اشاره. این اطلاعات باید بلد باشید. این قواعد باید بلد باشید که همه به شما گفته شده تا بتونید تستاشو حل کنید. 4-5 تا قاعده باید. اجازه یه نمونه دیگه حل کنیم. اینم سوال کنکور بوده. این سوالایی که داریم حل می‌کنیم سوالای کنکور بوده. میز الخطا، باز خطا رو خاص. چند دقیقه پیشی بهتون یاد دادم اگر خطا رو خاص یه نگاهی به گزینه‌ها بکنید لطفاً. تمارین اینجا او داره، اینجا ا داره. خیلی جالبه. این سوال کنکور سراسریه. یعنی دانش آموز کافیه به این تمارین دقت کنه، برگرده سراغ این جمله، ببینه تمارین اینجا او میگیره یا ا و یکی رو انتخاب کنه و خطا رو مشخص کنه. تبقا فعل لازمه، یعنی مفعول نمیخواد، فاعل میخواد. بس میشه تبقى تمارین او درسته. نباید بگیره، اون خطا رو خواسته، بس این خطاست. من اصلا گزینه‌های دیگر رو نگاه نکردم. بس هر موقع خطا رو خواستن سعی کنید دنباله. اگر اینجوری نبود چیکار کنیم؟ یه نمونه دیگه. اگر همه حرکتاش درست بود چیکار کنیم؟ باید جمله رو، ولی دیگه اون باید همه جمله رو انجام بدی. بریم یه نمونه دیگه رو داشته باشیم. خب اینجا دیگه صحیح و خواسته. میز صحیح فی تشکیل معیلی. بچه معیلی یعنی در آنچه که در پی میآید. اون مای موصوله. کدوم تشکیلش درسته؟ بچه یه فعل ماضی داریم، به فعل ماضی حرکت بدید. یعنی اینجور تستا رو باید اول حرکت گذاری کنی بعد سریع بری سراغ گزینا. به این حرکت بدید. ماضی چی داره؟ ا داره. این ضبی، بچه این ضبی منقوص حساب میشه یا صحیح الاخر؟ یه نکته کنکوری قشنگ. یهی که ما قبل سکونه این یه هست، ضبی نقطهش جا افتاده دوستان. یهی که ما قبلش سکونه منقوص نیست. هادی، عالی، والی منقوص، یعنی حرکت نمیگیره. او یا ای رو نمیگیره. ولی این منقوص نیست، یعنی حرکت میگیره. نقشش چیه بعد از فعل؟ اسم بعد از فعل که انجام دهنده کار باشه فاعل دیگه، او میگیره. بس این ا شد، این او، ل وجوده نه. حالا یه جمله جدید، برای اینکه نمیتونه یه جمله به این کوتاهی بده، خیلی سوال ساده میشه. یه جمله مرکب داده، دوباره فعل داریم. فعل ماضی ا میگیره. توقف فی، بچه‌ها نقطه یا نقطتين، یعنی ا میگیره یا ان میگیره. آیا الف و لام داره؟ نه. آیا مضاف الیه داره؟ نه. آیا غیر منصرفه؟ نه. بس تنوین رو میگیره. توقف فی نقطه هو یرقب، یعنی مواظبه. نقطهشو نادیده بگیرید، این نقطه بالا این نیست. یرقب برمیگرده فاعلش به این القمره. خلاصه اینجا ضبیو بدون حرکت آورده، نمیپذیرم.
چون ضرب باید او بگیره. اگه منقوص بود حرکت نمیگیره. این غلطه. اینجا ضربی و باز بدون حرکت آورده. این دوتا رو حذف کردم. بین این دوتا راستی نقطته شد یا نقطتن؟ شد نقطتن. بس اینم غلطه. جواب گزینه 4. خب دوستان کلیات درس دستتون اومد. برای شکل بس یه سری قواعد رو باید بلد باشین. اینا رو باید بیاد تو جمله اعمال کنید. درود بر شما. خب امیدوارم از درس امروز استفاده